اوکراین روز سه‌شنبه پیشنهاد آمریکا برای سازش فوری آتش‌بس 30 روزه در جنگ با روسیه را پذیرفت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا درباره این سازش بعد از گفتگوهای 9 ساعته مقامات آمریکایی و اوکراینی در شهر جده عربستان سعودی خبر داد. ما امروز پیشنهادی را ارائه کردیم و اوکراینی ها پذیرفتند، یعنی وارد شدن به یک سازش آتش‌بس و مذاکرات فوری برای پایان دادن به این مناقشه. روبیو گفت که اکنون این پیشنهاد را به روسیه میبرد. ما امیدواریم آنها بله میگویند، به صلح بله میگویند. اکنون نوبت آنهاست. این تحولات پس از جنجال آشکارای رهبران دو کشور در کاخ سفید صورت میگیرد. اختلاف و جنجال سبب شد دونالد ترامپ کمک‌های نظامی به اوکراین را باز دارد و به ارتش آن هم اطلاعات حیاتی برای جنگ با نیروهای روسیه را ندهد. در عوض برای قبول پیشنهاد آتش‌بس به گفته مایک والتز مشاور امنیتی کاخ سفید، آمریکا فوراً کمک‌های نظامی به اوکراین را از سر میگیرد و اطلاع ضروری را هم میدهد. دونالد ترامپ در حوله کاخ سفید گفت به زودی ملاقات برای بررسی آتش‌بس با روسیه صورت میگیرد. امیدوارم به زودی پوتین به سازش رضایت میدهد و اجرایش آغاز مییابد. این از دیدار آخرین در کاخ سفید که شما شاهد بودید فرقی بسیار بزرگ دارد. این یک آتش‌بس کامل است. اوکراین رضایت داد و امیدواریم روسیه هم راضی میشود. ما با آنها امروز یا فردا ملاقات و امیدواریم معامله میکنیم. اگر نه همین راه ادامه مییابد و آدمان و مردم زیادی همچنان کشته میشوند. ترامپ افزود که آنها دیگر بار زلنسکی را به کاخ سفید دعوت کردند. خبرگزاری‌های دولتی روسیه گفتند ممکن است که مقامات این کشور تا چند روز دیگر با نمایندگان آمریکا گفتگو کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که در عربستان سعودی بود و در ملاقات حضور نداشت، آتش‌بس را پیشنهادی مثبت خواند.